فکر کنید ریاضیدانی هستید حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح و شما میخواید بیاید محیط یک دایره رو اندازه‌گیری کنید و ببینید آیا ارتباطی بین اجزای مختلف اون وجود داره یا نه. و حواستون باشه تو این دوره هنوز معیارهای اندازه‌گیری محیط دایره هم اختراع نشده و شما نمیتونید از نوارهای اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری محیط دایره استفاده کنید. پس میاد چیکار میکنید؟ یه چرخ برمی‌دارید و لبه اون رو یه علامتی میذارید. چرخش رو به چرخوندن میکنید تا علامتتون از جای اولیه خودش دور بزنه و دوباره به همون جایی که بوده برگرده. یه ردی توسط چرخ ایجاد شده رو زمین و شما این خط رو اندازه‌گیری میکنید و خب این قاعدتا محیط دایره‌تون هست. حالا داستانی که پیش میاد، شما به یه عدد بسنده نمی‌کنید و میخواید چند تا عدد رو بررسی کنید تا ببینید آیا بین اجزای مختلف دایره و محیط دایره ارتباطی وجود داره یا نه. میبینید که همون چرخ شما یه دایره داخلی تر هم داره که شعاع کمتری از خودش داره. کاری که اینجا انجام میدید چیه؟ میایید واسه همون دایره هم دوباره یه علامت میزنید و شروع به چرخوندن میکنیدش. در کمال ناباوری میبینید که دقیقاً این دوتا دایره یک مسیر اومدن واسه ما طی کردن وقتی ما داشتیم چرخ رو میچرخوندیم. اما چطور چنین چیزی ممکنه؟ تو علم امروزه ما میدونیم که خب محیط دایره میشه دو تا شعاع ضرب در عدد ثابت پی. وقتی که یک دایره شعاع کوچیکتری داره قطعا محیط کوچیکتری هم داره. پس چرا اینجا مسیرهای یکسانی رو طی کرده؟ سلام، من سروش هستم. به سروش تایم خیلی خوش اومدید. موضوع مورد بحث ما ریاضیه و ما میایم به تاریخچه بخش مختلف ریاضی می‌پردازیم. موضوعی که اینجا مطرح کردیم معروف به پارادوکس چرخ ارسطو که حدود 300 تا 400 سال قبل از میلاد مسیح مطرح شده. اولین بارم این سوال توی دست‌نوشته‌ای به منتسب به نام مکانیکا توی یونان باستان پیدا شده که اینطوریه میگه که اگه شما دو تا دایره داشته باشید که یکی کوچیک‌تر باشه و داخل دایره بزرگتر قرار داشته باشه، وقتی شما این دو دایره رو میچرخونید دو تا دایره یک مسیر یکسان رو طی میکنن. پس آیا این اتفاق به این معنیه که این دو تا دایره محیط یکسانی دارن و داره فرمول 2 ضرب در شعاع ضرب در عدد ثابت پی که محیط هر دایره رو به ما میده رو زیر سوال میبره یا خیر؟ دو تا توضیح واسش وجود داره که اولیش توسط یکی از ریاضیدان‌های بزرگ به نام ژیل د روبرول، یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی مطرح شده. چیزی که ذهن این ریاضیدان اومد و قلقلک داد این بود که بیاد و این مسیری که این علامتی که ما میذاریم روی محیط دایره ها بیاد مسیرش رو بررسی کنه. یه همچین شکلی واسش پدید اومد که اسمش رو سیکلوید گذاشت و بعد اومد دوباره با دایره کوچیک‌تر هم همچین کاریو کرد. وقتی همچین کاریو کرد دید که این مسیری که داره پیش میره یه وقتی کش اومده. خب باز اومد دایره رو کوچیک‌تر کرد. وقتی باز دایره رو کوچیک‌تر کرد دید هرچی ما به مرکز نزدیکتر میشیم، مرکز دایره ها، این خط کش میاد و کش میاد تا وقتی که ما میایم دقیقاً مرکز رو در نظر میگیریم به خط صاف کاملا کش نمیرسیم. این کامل نمیتونه سوال ما رو جواب بده، اما یکی از پیش زمینه‌های لازم واسه اینکه ما بتونیم به جوابمون برسیم. توضیح و تلاش دوم توسط آقای گالیله انجام شد که اومد و سعی کرد با چند ضلعی کوچیک‌تر مثل 6 ضلعی و 8 ضلعی شروع کنه. وقتی این کارو انجام داد گفتش خب اوکی، من 6 ضلعی بزرگ دارم و 6 ضلعی کوچیک داخلش قرار دارم. 6 ضلعی بزرگ رو وقتی میچرخوند و میومد بررسی می‌کرد که اوکی، خطی که ایجاد میکنه برابر 6 تا ضلع 6 ضلعی هست و خب این منطقیه. اما برای 6 ضلعی کوچیک‌تر وقتی این کارو میومد انجام میداد میدید یک نقطه هایی هستن، یک بازه هایی هستن که 6 ضلعی از روی زمین بلند میشه و هیچ ردی رو ایجاد نمیکنه. وقتی اومد با 8 ضلعی این کارو کرد دید که این فاصله ها یا اسکیپ هایی که اینجا وجود داره تعدادشون بیشتر و بیشتر میشه ولی طولشون هی کمتر و کمتر میشه. با 10 ضلعی هم این کار رو انجام داد و دید هی این رد شدن ها بیشتر میشه و طول رد شدن ها کمتر میشه و هی داره این دوتا خط به هم نزدیکتر میشه. اومد چیکار کرد؟ اومد دایره رو یک چند ضلعی با تعداد اضلاع بی‌نهایت نامید و گفتش خب احتمالاً دایره هم وقتی ما همچین حرکتی رو میکنیم
به مقدار بی نهایت بار رد میشه و یک فضاهای خالی رو واسه ما ایجاد میکنه. اما چون تعداد رد شدن ها بی نهایته، این اندازه رد شدن ها هم بی نهایت کوچیکه و مقدار خیلی ریزی هست و به صفر نزدیکه. همونطور که ما تعداد اضلاع رو بردیم بالا و فاصلش کم میشد، تو تعداد اضلاع بی نهایت این فاصله باید به صفر میل بکنه و این استدلالی بود که استفاده کرد. هرچند که این استدلال کامل درست نیست، ولی خب یک قدم خیلی بزرگیه واسه اینکه ما جواب این سوال رو بتونیم پیدا کنیم. تنها چیزی که آقای گالیله در موردش اشتباه کرده بود اینکه دایره نمیاد یه سری قسمت‌هایی رو رد کنه یا به عبارتی اسکیپ کنه و خالی بذاره، بلکه میاد دایره این مال لیز میخوره. اما این لیز خوردن یه مقداری مفهومش متفاوته با لیز خوردنی که به صورت عمومی میدونیم. برای مثال لیز خوردنی که ما مد نظرمونه که یک چرخ روی یک سطحی قرار داره، یه سری نقاط ثابتیش روی سطح قرار دارن و همون نقاط ثابت کشیده میشن یا به عبارتی لیز میخورن. اما داستانی که اینجا وجود داره واسه دایره کوچیک‌تر که ما میگیم دایره کوچیک‌تر داره لیز میخوره، چون تناظر یک به یک بین نقاطی که دایره کوچیک‌تر رو تشکیل میدن با نقاطی که دایره بزرگتر تشکیل میدن وجود داره. تناظر یک به یک وجود داره. این جمله خیلی مهمه چون که ادامه بحث ما رو قرار تشکیل بده. اتفاقی که میفته این لیز خوردنه و چرخیدن دایره همزمان رخ میده و لیز خوردن اینطوری نیستش که یک نقطه ثابت بمونه و همون نقطه یه مقداری کشیده بشه و این شاید یه مقداری بیاد و درکش واسه ما سخت کنه، اما موضوعی که هست اینه و این دو تا دایره هیچ وقت محیط برابری نخواهند داشت، شعاعشون هم برابر نیست و همونطور که ما میدونیم محیط دایره از 2 برابر شعاع و به عدد ثابت پی به دست میاد. اما اگه کسی بر فرض محال بتونه و بیاد این رو اثبات بکنه که دایره در اصل داره یه سری نقاط رو رد میده و عرضم به خدمتتون یه سری فضاهای خالی در از وجود دارن، نکته که پیش میاد خیلی از چیزا قرار دنیا به هم بریزه که پی عدد گنگی نیست، یه عدد معلومه و مقدارش میشه دقیقاً به دست آورد و دایره ما در اصل یک چند ضلعی هستش که تعداد ضلع‌های خیلی زیادی داره اما تعداد اضلاعش بازم محدوده و این نکته خیلی قابل توجهیه. پارادوکس چرخ ارسطو با اینکه ممکنه علاوه فیزیکی مفهوم خیلی ساده باشه و با جواب خیلی ساده که چرخه کوچیک‌تر در اصل داره میلغزه و دچار لیز خوردن میشه ختم به خیر بشه، اما باعث میشه که یک سری از مفاهیم خیلی خفن دیگه ریاضی به میدون بیان و باعث بشه ما اونا رو مورد بررسی قرار بدیم، یعنی بی‌نهایت‌های شمارا و بی‌نهایت‌های غیر قابل شمارش. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله کانال هم به استفاده در بیارید که ویدیو جدید گذاشتیم با خبر بشید. تا یه ویدیو دیگه در مورد ریاضی، فعلا و مخلصیم.